گفت چرا این موضوع رو زیر ذره بین بردیم، بلکه میگید چرا درباره موضوعات دیگه اصلا حرف میزنیم و چرا هر روز و هر ساعت از این فناوری نمیگیم. فناوری که میتونه همه چیز رو عوض کنه، فناوری که بشر رو به شکلی حیرت آور و شاید حتی ترسناک به خدا شدن نزدیک کرده. شاید ما آخرین نسل از انسانهایی باشیم که بیمار میشن، پیر میشن و حتی میمیرن. امشب کریسپر کاس 9 رو زیر ذره بین میبریم. اون چه در زیر ذره بین امشب بهتون نشون میدیم میتونه زندگی نوع بشر رو به کلی متحول کنه. این عکسی که میبینید واقعیه، موشای درخشان، موشایی که مثل کرم شبتاب میدرخشن. اینها حاصل نوعی شگفت‌انگیز از دستکاری ژنتیکن. یکی از ژن‌های عروس دریایی رو به ساختار دی ان ای موشا وارد کردن و حالا موشای عادی تبدیل شدن به موشای منور. و اما این دی ان ای ماست، سنگ بنای وجودمون، ژن‌هایی که مشخص میکنن من و شما چه شکلی باشیم، چه رنگ پوستی داشته باشیم، به چه بیماری‌های مبتلا بشیم، کمتر مبتلا بشیم یا اصلا مبتلا نشیم، یا چطور و با چه سرعتی پیر بشیم. حتی روی خیلی از خصوصیات اخلاقی ما هم تأثیر دارن. اما حالا برای اولین بار بشر در آستانه راهی قرار گرفته که میتونه همه چیز رو عوض کنه. آیا امکان داره که دی ان ای من و شما رو توی همین سنی که هستم دستکاری کنن و مثلا رنگ چشمام رو عوض کنیم، خودمون رو در مقابل بیماری‌ها مقاوم کنیم، باهوشتر بشیم و یا حتی شاید جلوی پیری و مرگ رو بگیریم؟ این یک داستان تخیلی نیست، قضیه جدی و دانشمندا دارن به سرعت به این سمت حرکت میکنن. مثلا دارن سعی میکنن با دستکاری ژنتیکی گیاهانی رشد بدن که در مقابل خشکسالی مقاوم باشن، یا از ابتلای افراد به بیماری‌های ژنتیکی جلوگیری کنن، یا حتی کاری کنن که به جای پیوند اعضا خود اعضای بدن رشد کنن. اما چطور؟ جواب یک فناوری جدید به اسم کریسپر کاس 9. کریسپر کاس 9 شاید کلید حیات باشه، یک فناوری فوق‌العاده و در عین حال یه جورایی ساده و کارآمد که باکتری‌ها برای نفوذ به دی ان ای ویروس‌ها ازش استفاده می‌کنن. اما بذارید براتون بگم دقیقاً چی کار می‌کنه. کریسپر واحدهای تکراری توی دی ان ای ان و کاس 9 هم یک قیچی پروتئینیه. کارشون بریدن و دوختنه یا همون ویرایش دی ان ای. به زبان ساده کریسپر کاس 9 مثل یک قیچی به ما اجازه میده دی ان ای رو ببریم، دستکاریش کنیم و بعد دوباره بدوزیم. این نوار مارپیچ قرمزی هم که روبروی من میبینید اسمش آر ان ایه. مثل یک جهتیابه و به کاس 9 کمک میکنه تا قسمتی از دی ان ای رو که باید بریده بشه به قیچی نشون بده. حالا چطوری کار میکنه؟ مثلا فرض کنید شما میخواید بچه‌تون قد بلند بشه. کاس 9 رو میفرستید ژن مربوط به قد کوتاه رو قطع کنه. بعد یه ژن قد بلند رو به کریسپر میدید و موقع ترمیم یا همون دوختن دوباره ژن قد بلندی به وسیله کریسپر جاش میشینه و شما فرزندی قد بلند خواهید داشت. فکرش رو بکنید چند سال بعد آدم‌ها شاید به جای خرید لباس دنبال خرید ژن‌های مختلف برای خودشون یا نزدیکانشون باشن. اینکه قدشون رو بلند کنن یا بتونن رنگ چشماشون رو عوض کنن. I think everybody's worried about the risks of genetic engineering and how it's going to hurt people, and nobody's worried about the risks of what's going to happen if we don't allow people to do genetic engineering. Because the problem isn't going to be like, oh man, that person has way too many enhancements or doesn't. The problem is going to be, is it an equal playing field? Does everybody have access to this technology? این آقایی که ویدیوش رو دیدید قبلا برای ناسا کار میکرد. حالا کیت کریسپر میفروشه به قیمت $30. حتی به خودش هم تزریق کرده. میگه هدفش اینه که این فناوری فقط مختص ثروتمندا و قدرتمندا نشه. فکر کنید یک کشور بتونه ابر سرباز بسازه یا انسانهای باهوشتری خلق کنه. مسائل اخلاقی این فناوری جدید از همین حالا کلی بحث و جدال درست کردن. نگرانی دیگه به هم زدن چرخه طبیعته. مثلا میشه ژن پشه‌ها رو دستکاری کرد تا بیماری مالاریا رو منتقل نکنند. اما شاید وجود مالاریا ضامن رشد گیاهان یا حفاظت از یه سری موجودات مفید دیگه است. ما که نمیدونیم. حیات خیلی خیلی موضوع پیچیده‌ایه و دستکاری یک موجود میتونه کل نظام طبیعت رو مختل کنه. واقعیت اینه که ما نمیدونیم با دستکاری ژن‌ها در بلند مدت چه اتفاقی میفته. همینه که با تمام هیجانی که این فناوری به همراه آورده میتونه ترسناک هم باشه. بعضی از کشورها استفاده شخصی از این فناوری رو کلا ممنوع کردن. ولی همین حالا هم خیلی ها به خصوص در آمریکا دارن تو گاراژ خونه‌شون با این فناوری ور میرن. امانوئل شارپنتیر و جنیفر دودنا پارسال به خاطر همین روش ویرایش ژنوم نوبل شیمی رو به دست آوردن. روشی خودآگونه که دستکاری مستقیم در طبیعت رو امکان پذیر کرده. اگر کدهای دی ان ای یک آدم رو روی دو طرف یک کاغذ A4 پرینت کنیم،
به 1 میلیون کاغذ نیاز داریم. کریسپر مثل این میمونه که چند تا از حرفای این کاغذ رو پاک بکنیم و به جاش چیزای دیگه بنویسیم. ما داریم به سمتی میریم که با ویرایش ژنوم یک نابینا دوباره بیناییش رو به دست بیاره. یک بیمار خاص به زندگی عادی برگرده. یک موش یا حتی نسل‌های بعدیش مثل یک کرم شبتاب بدرخشن و یا کسی که تا قبلا چشماش مشکی بوده با تکنولوژی کریسپر-کاس9 صاحب چشمای آبی بشه.